الان قراره که تو این قسمت با هم دیگه کاور هالت درست کنیم. چنل من رو سابسکرایب کنید و بریم برای ساخت کاور هالت با آلت موشن. وارد آلت موشن میشیم. اینجا توی صفحمون یه شیپ وارد میکنیم، میشه به گرد میخوایم چون برای کاور هالت هستش. اینجا میتونیم بزرگش کنیم، حالا میتونیم با دستمون بزرگش کنیم کامل و بعدش میام روی قسمت کالر اند فید رنگش رو انتخاب کنیم. ما نمیخوایم رنگ ساده بذاریم، میایم روی قسمت سومی که گرادینت هستش، میخوایم دایرمون رو گرادینت تور درستش کنیم و اینجا رنگمون رو انتخاب میکنیم. یه قسمتش رو یه رنگ تیره انتخاب میکنیم از همون رنگ، مثلا یه بنفش تیره و یه بنفش کم رنگ. یعنی کل قانون کاور هالتی که من میخوام درست کنم همینطوریه. یه سمتش رو مثلا بنفش میخوام بذارم، حالا که سبزم باشه میشه، ولی نه فکر کنم تم بنفش خیلی الان ترند باشه. یه قسمتش بنفش پر رنگ و یه قسمتش هم بنفش نسبتا کم رنگ که از قسمت قلم موام من میتونم کم رنگ و پر رنگیشو حالا زیاد کنم که هماهنگ بشه. و الان تنظیماتش مونده، حالا من روی رنگ سبز موندم. خب بنفش انتخاب بکنم بهتره. بنفش حالا سبز هم خوشگل بود ولی نه، خب همون بنفش. اینجا بالاتر بنفش دارم، بنفش کیش انتخاب میکنم و قسمت کناریش یعنی دوتا رنگ رو حالا یه بنفش کم رنگ میخوام. یه تم دوتا رنگ، یه رنگ با دوتا تم، این فکر کنم خوب باشه. آره یه همچین چیزی میخوام در کل. آره مثلا اینطوری میشه. حالا میتونید شما هماهنگش کنید، این خیلی مهمه. این سمتی که میبینید میتونید تنظیماتش رو داشته باشید ولی یه رنگ خاص. حالا من هم باز دوست ندارم، رنگش عوض میکنم، خیلی وسواس دارم انگار. و بعدش هم حالا همون بنفش دیگه میذارم اون. آره بعد میتونیم حالا این خطی که ببینید یه سر کلا دو تا سر داره، خب اینو که نزدیک دور کنید میتونید میزان اون رنگ رو روی دایره بیشترش کنید. نگاه کنید مثلا اینجا من حالا میام اینو میکشم رو به داخل. رو به داخل که میکشم اون رنگ پر رنگی، اون رنگی که من انتخاب کردم و رو به تو بردم بیشتر میشه. اینطوری باعث میشه که گرادینتمون خیلی خوشگل تر باشه. حالا که بنفش کم رنگم رو انتخاب کنم انشالله این تصویب بشه خیلی راحت تر میتونم بهتون بگم. بنفش حالا میتونیم از این سمت حالا رنگمون رو ببینید کم رنگ و پر رنگیش مشخصه. حالا شد یه تم پر رنگ و کم رنگ الان میبینید. الان میام از این قسمت پایینی که پر رنگی هست و پر رنگ رو میکشم وسط که این دوتا با هم دیگه مچ بشن. خب این از رنگ اولی. دوباره شیپ وارد میکنم، دوباره یه دونه دایره وارد حالا همین دایره اولی میکنم و خب در سایز کوچیک‌تری. اینم حالا مشخص که شد. کالر اند فید رو میزنیم. دوباره حالا این بار میایم از رنگ ساده استفاده میکنیم، یعنی این بار دیگه فقط یه رنگ که اونم باید باز مثل همون بنفش زیری باشه، یعنی انگار همون باشه تا یکم حالا پر رنگ تر چه بهتر. بعد بهش میخوایم استروک بدیم، بوردر رو میزنیم، استروک رو فعال میکنیم، استروک سفید بهش میدیم، میایم روی یک، یعنی استروک رو میزنیم روی یک. خب از اینجا میتونید تنظیمش کنید روی یک. خب یک اوکیه، خیلی خوشگل تر دیده میشه. الان نگاه کنید انگار مثلا یه جوری داخلشه. بعد دوباره میخوایم بهش یه دونه شیپ داره دیگه هم بدیم و حالا اینجا به دایره اولی مون رفت استروک بدیم، یه استروک سفید میدیم. حالا دیده نمیشه خب زیاد، ولی باز برای خودمون هم میتونیم استروک بدیم، هم میتونیم حالا پایین تر میتونیم شادو بدیم. دوباره از قسمت مثبت حالا اینو باید اول تنظیم کنیم که این دایره کاملا وسط باشه و از این خط خطوط قرمزی که میبینید میتونید خیلی راحت بفهمید و روی این اندازه ها میتونید بذارید که دقیقا وسط باشه و
فاصله داشته باشه از دایره اولی. خب اینی که تنظیم کردید کامل و یعنی خیلی چیز حساسه، به خاطر همین میگم. حالا من رنگ بنفشم یکم حساسیت به خرج دادم، میخوام یکم عوضش کنم، این بهتره. حالا میتونیم ترکیبی از این دوتا بذاریم، خیلی خوشگل تر شد. ببینید اصلا چقدر فرق کرد. رنگ خیلی مهمه توی بحث ادیت کردن. بعدش هم نوبت حالا شپ بعدیه. دوباره کلا ما 3 دایره خواستیم از اول که از این دایره استفاده کنیم و اما اینم دایره آخریمونه که کوچیک‌تر از دایره دومی هستش. اینم دوباره میذاریم روی یه رنگ و حالا این بار اینم دوباره برش گرادینت میدیم. کلا اولی و آخری گرادینت داشتن و وسطی گرادینت نداشت. اینو باز میتونیم بذاریم روی مثل همون گرادینت اولیه. حالا به دلخواه خودم انجامش میدم. خب اینو که انتخاب کردیم دوباره به این آخری هم دوباره استروک نیازه که بدیم. دوباره همون استروک سفید و میذاریم روی یک. این خیلی مهمه، خیلی قالب خوشگلی برامون ساخته. اصلا نگاه کنید حالت 3 بعدی داره. حتی که از خوشگل ترین کاور هایلایت هایی هستش که میتونید حالا بسازید. استروکو حالا سفید میکنم که حاشیه‌ای که دور دایره هست رو سفید باشه. یکم دایرمون رو باید کوچیک تر کنیم که اینطوری مثلا اندازه هم دیگه مثلا 1/2 از اون کوچیک تر باشه، مثلا 2% هم کوچیک تر باشه. میام روی 1 و خب اینم تنظیمش کرده. خب الان مورد بعدی که مونده برای حالا نسبتمون که کردم. خب الان نوبت چیه؟ الان نوبت تنظیم کردن دایرمون رو اینجا میتونیم اوکیش کنیم. حالا میتونیم اینطوری بهتر. آره خب الان اضافه کردن آیکونه از قسمت مدیا. اینجا من کلی آیکون دارم. اینجا میتونید آیکون انتخاب بکنید که میتونید از پینترست هم آیکون که بزنید براتون میاره. من آیکونم از قبل بک‌گراندش پاک شده و مثلا مشکیه، من میخوام سفید باشه. خب رنگ شدهش اصلا نداشتم سفید باشه. از قسمت افکت اد افکت رو میزنید. خب میخوام چند روش داره مثلا رنگ کردن آیکون، ولی مثلا اینو دوست دارم. آده رو میزنید. خب این قسمت دومین رنگی که بالایی هستش دومی رو میزنید. اینجا استارت ستینگ رو میزنید و بعدش اینو تنظیماتش رو میاره روی یک طبق حالا چیزی که میبینید و اینو سفید میشه. و اینجا این افکت که اضافه کردیم بعد بهش یه دونه شادو میدیم. آیکونمون شادو رو که روشن کنیم یه شادو مشکی میخوایم بدیم به این آیکون سفید که جنبه خوشگلی روی کاور حالتمون بگیره، روی قالبمون بگیره، فریممون. و یکم کوچیکش میکنیم. این حد آیکون نیست، درست نیست، باید حداقل بیاد وسط دایره آخری و دایره کوچیک. و اینم از نکته پایانی. دیگه چی مونده؟ هیچی. خب اینم از پایان کاور هایلایت ساده و شیک و مجلسی، اونم بالت موشن. این پستو حتما برای دوستاتون بفرستید و چنلم هم سابسکرایب کنید. مرسی ازتون.